دوستان عزیز، انا ما چقدر که وعده کردیم رفته ایستادیم با گوروخ شهر ششم بریگاد. اگر کسانی که خواهش دارن در پیش ششم بریگاد جمع میشیم. انشالله که کمی هم باشد نگاه مرچه مدد همه برای یک کس برای همه. ما با همراه اینا برادران مقام. سلام علیکم دوستان عزیز. اول خدای مهربان، ما هم فرزندای وطن دوست و فرزندای الحمدلله بلند و بناموسیم و میریم در اونجا ای دستمون چیه که بیایا خدمت بکنیم انشاءالله. جان دریغ نمیدونیم. درودی به پایان به هر یکی شما دوستان بهتر از جان. البته هر یک انسانی که در تاجیکستان به دنیا آمده غروری مردی داره، غرورش میجوشه. من که گپا رو گفتنی نبودم، مجبورم که بگم برادرای عزیز، جای جنگ جای ننگ وقت ننگ و ناموس اومد برادرای عزیز. البته وطن مادر باید ما و شما محافظت کنیم. من یک گپا که گفتم برای که برادرای ما کمک بیدار شوند. در کامنتاری ها هرچی می نویسن که مقصد خودت خدمت کردگی نیستی و ما خدمت کردگی هستم نیستم. من خدمت کردگی اولش خدمت کردگی هستم نیستم. ما باید بریم وطن ما اونو محافظت کنیم. ما وقتی ابلا همیشه میگریزن نیست بود میرن راسیا نیست بود میگریزن توروی کو میرن بعد در کامنتار نوشتن نه دیگه چلیکاتون کار میکنن. ای تا اینجا جای بهش نیست. باید ما یک جای شیم وطن محافظت کنیم برادرای عزیز. برای همین کمک سخت رفتم بخشش عذر زیاد در این ماه شریف رمضان. ما طرفدار جنگ نیستیم. اولش خداوند بزرگ دعا میکنیم که جنگ نشوه و خوبی هم دیگر فهمی کنن. گفتی رسول آبش یزیک بیوان و خوب شوه بازم برای ما خوبتر میشوه. اون یکیم که دشمن من یک کماندیر داشتم خدا رحمت جوش جنت شوه سیوالی فکرم کماندیر چستم بود. میگفت که دشمن اگر پشه باشه رنگ فیل او را بدون. خب برای همین خیلی احتیاط چن برادرای عزیز. بازم احتیاط کرده گپ میزنم که احتیاط چن. حاجی بردی ما بود بازم احتیاط چیدن در کار. تا هر یک کوسه بونیم کوسه است برادرای عزیز. ما باید مستحکم باشیم و فکر کنیم برادرای عزیز. فکر کنیم که عاقبت کاری ما چی میشه، آینده ما چی میشه و یا چی مقصد دارن، ما چی مقصد داریم. برای هم خیلی که گفتم دشمن پشه باشه باید ما هم چون فیل او را بدونیم در مرز بومی وطن همیشه باشیم. البته برادرها هستن. بینید که برادرها از شهر کلاب باستانی بینید که از تمام تاجیکستان خستن. مایل تاجیکستان هم زبانمون افغانو خستن از پشت ما دعا میکنم که هم وقت هم خیلی باشیم یک جای باشیم. میگه پراکنده لشکر نه آید به کار 200 مرگ جنگی به از 100,000 هم 200 تا باشیم و مردای اراده باشیم و همه وقت با پیش بازم تاجیکستان با پیش. ما با شماییم سربازا افسرا افسرا. البته که ما در پشت شماییم در کار شما جان خدا دریغ نمیداریم میایم با پیش شما را. باقی خونای هر کدام آباد باشه. در این ماه مبارک رمضان هیچ وقت جنگ و جدال نباشه. در لبان مادرم و خنده و ویدا باشه. با یک گپ دیگه از مرا چند نفر گفته که یک اکتیور برای کاری خیته که برای مردم بخندون. آخی برادرای عزیز وقتی که وطن ما آباد نباشه خنده کیده در کاره. وقتی که مادری ما خواهری ما اپای ما گشنه و تشنه باشه در فکر فرزندش باشه و کیره خنده در کاره. خنده با کیره در کاره. همه وقت خنده میزه با کی شکمت سرای وطن آبادای. انا وقت مرحمت ما میخندونیم شما را شما بخندیم بعضی. با وقت خنده هم درست آدم رو تبابت میکند. انا وقت حاجی برادرای عزیز نه وقتی خنده نه وقتی جنبروی موای وقتی گریه موای وقتی ننگ و ناموسی موای. تاجیکستان با پیش شرمردای تاجیک با پیش ششم بریگادا با پیش. با یک دیگه میگم ما چشمونو کشودیم همین چی را دیدیم. من دیگه یگام تاش کارم ندارم برم ندارم یگام مقصد من سواد نه دینی دارم و نه سواد دارم که همین بخمه میفهمم برادرای عزیز. من یگام نفرش در کار ندارم همین چشم کشودم. 1 سال 2 سال میستود خواندم که خدمت مادر وطن پشت زندگی خدمت مادر وطن رفتیم. خدمت وطن مادر در چیزی که دیدیم همون گپا رو ما گفتم برادرای عزیز. انا بعد باقی پناه هر یک شما به خدا خانه‌تون آباد باشد سربلند باشید. بازم تاجیکستان با پیش ما با شماییم.